اصلا وقتی که خطبه میخواند امام باید همه خاموش باشد، هیچ کسی گپ نزند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر دو نفر بین همدیگر روزی جمعه گپ زند، سیوم آدم اگر نهی منکر کند گفت که او مردم گوش کنید، گوید جمعه همه آدمان باطل است. نهی منکر کردگی آدم برای چی؟ برای که سه نفر میشد گپ زننده ها. یعنی من حتی نهی ممکن نیست که او گپ نزن گفتن ممکن نیست. یعنی من کردن ممکن نیست. با دقت باید همه، نه فقط گوش کردن، باید خاموش شنید. ممکن یه آدم گوش میکنه و لیکن پس مثلا سبحان الله تو دوم ذکر میکنه، نادرست است. الله تعالی میگه که فاستمعوا له و انصتوا، شما گوش اندازید و خاموش نشینید. اکثر مفسران میگن که این برای خطبه جمعه نازل شده که است. تماشابینان عزیز، انا همین گفته های دامولا حاضر به آن ربط دارد که یک نفر آمد و در وقت نماز جمعه مراجعت کرد به رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما شما گفتید که ممکن نیست سخن کردن در وقت خطبه. نفر آمد و گپ زد. مباشرتاً به امام درست است، چون که پیامبر هم این کار نکردن. گفتن که در وقت خطبه همراهی من گپ زدی، جمعه بیکار است یا برای تو فلان جن گناه هست، نگفتن، بلکه ایستادن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، گوش کردن.